من همینجا به شما اعلام میکنم من با 1 میلیارد در سال مجلس خبرگان رو اداره میکنم. تا 1 میلیارد که میگه هم نصفش هم برای خودم میمونه. هیچ کدوم اعضای خبرگان اعلام کردن حقوق نمیگیرن، یا امام جمعه یا نمیدونم حقوق از دولت نمیگیرن، خودشون اعلام کردن دیگه. الان بودجهش بوده 1403 که بودجه آقای رئیسی بوده، 237 میلیارد. خیلی پوله، 23,000 میلیون تومان. الان تو لایحه جدید شده 444 میلیارد. خب برای چی این افزایش میدن؟ اینا نمیگن اسراف خلافه؟ مگه نمیگن قناعت در فرهنگ؟ دانشگاه اصول الدین امسال برای اولین بار 100 میلیارد اعتبار برای دانشگاه اصول الدین گذاشتن. آقا اصلا این باید ردیف خط بخوره. مگه ما دانشگاه فروع الدین داریم؟ یا مثلا شما مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقا بده. این الگوی چیه؟ هیچی از درونش بیرون نمیاد. در این مرکز از صفت اسلام عزیز استفاده میکنن ولی هیچی از درونش در واقع بیرون نمیاد. شورای عالی حوزه علمیه اعتباری داره 6700 میلیارد تومان. خیلی پوله. بودجه اول دولت شهید رجایی در سال 1359 کل بودجه کشور 330 میلیارد تومان بوده.